فریض هستم از ایران. سلام علیکم. من یه شبی نشسته بودم شبکه شما میدیدم، یه دفعه به ذهنم حضرت موسی و فرعون اومد که فرعون خیلی سعی کرد موسی پیدا نشه، مردم رو ترور کرد، بچه ها رو کشت، اما الله موسی رو پیدا کرد و برد داخل خانه فرعون پرورش داد. و ایران، علمای ایران، شیعه ها خیلی سعی کردن که علمای سنی پیدا نشن، خدای نکنه حق کنن، طور در کشتن، اما الله به وسیله محاورات علمای سنی مورد تو خونه های شیعه ها. یعنی این حرکات فرعون و حضرت موسی، یعنی الان بار که الله داره اتمام حجت میکنه، یعنی پیام میرسونه و بعد از پیام در هر قومی عذاب بوده. و نصیحتم این از شیعه ها که متوجه باشن، بیدار باشن و در عذاب، وقتی که عذاب بیاد دیگه اون موقع افسوس که افسوس سودی نداره. از اینکه حرفم خیلی ممنونم. خداحافظ. جزاکم الله خیر.